شاهد 136 یه پهپاد جمع و جور و فوق‌العاده است که ساخت ایرانه. با صدای جذابی که داره اعصاب دشمن رو به هم میریزه و صاف میره روی هدف و هدف این پرتغال میپکنه. میگی نه؟ نگاه کن. شاهد 136 یه پهپاد انتحاریه. طول این پهپاد 3.5 متره، وزنش 200 کیلوگرم و حد اکثر سرعتی که میتونه حرکت کنه 185 کیلومتر بر ساعته که واقعا فوق العاده است. خب دوستان عزیز، این ویدیو هنوز تمام نشده و من از یک به یک شما خواهش میکنم برای حمایت از من لطفاً ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال خودتون بشین. همین، متشکرم ازت. خب دوستان، شاهد 136 توسط صنایع هوایی شاهد طراحی شده و توسط شرکت حسا در اصفهان تولید انبوه شده. این پهپاد بر اساس پهپاد هارپی اسرائیلی ها ساخته شده. جالب بود نه؟ حالا چجوری؟ احتمالاً برخی از اونها تقریباً سالم در سوریه به دست ایرانی ها افتاده و ماشاءالله به هوش ایرانی ها که یک کپی برداری عالی و مهندسی معکوس خودشون رو به اجرا در آوردن و حتی از نسخه اصلیش بهتر ساختن، چرا که در نسخه جدیدش از یک موتور 4 سیلندر استفاده شده که میتونه برد اون رو حد اکثر تا 3000 کیلومتر برسونه که واقعا فوق‌العاده است. پهپاد شاهد 136 با استفاده از راکت کمکی برای پرتاب از لانچر استفاده میکنه که توی هر نقطه و تو هر مکانی با یک کامیون به سمت اهداف شلیک میشه. پهپاد شاهد 136 یه پهپاد رومخبرو برای دشمنه، ارزون برای کشور و نابودگر برای اهداف دشمنه و از اونجایی که ساخت این پهپاد و موشکا دیگه واسه ایران یه کار سخت که نه، به یک تفریح تبدیل شده. دشمنای ایران رو به فکر انداخته که چطور شد ایران یهویی به این همه پیشرفت نظامی دست پیدا کرد، غافل از این که بدونن اون زمانی که اونا بربر بودن، ایرانیا توی بلوچستان عمل مغز و چشم توی 7000 سال پیش انجام میدادن. خب دوستای عزیزم، اینم از این ویدیو. به امید سربلندی کشورمون و منم به امید شما دوستای عزیزم، لایک ویدیو، ساب کانال یادتون نره. شاد و پیروز باشین.